در تالار کاخ رودکی شهر خوجند جلسه نوبتی شورای جمعیتی ولایت سوخت برگزار گردید. در جلسه معاون رئیس ولایت و اعضایان شورای جمعیتی ولایت سوخت اشتراک داشتند. در جلسه شورا دو مسئله رفت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 فوریه سال 2025 درباره برنامه ملی ایمونوپروفیلاکتیک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 و رفت اجرای قرار رئیس ولایت از 28 سپتامبر سال 2021 درباره تطبیق استراتژی دولتی مقاومت به کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 در ولایت سوخت مورد بررسی قرار گرفت. طوری که تاکید گردید تهیه و قبول برنامه ملی ایمونوپروفیلاکتیک از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 فوریه سال 2021 برای سالهای 2021-2025 دلیل آن است که حکومت جمهوری تاجیکستان به این مسئله دقت مخصوص می دهد. گفته شد که برنامه مذکور جهت نگاه داشتن سطح بلند فراگیری ایمونیزاسیا بین گروه‌های مقصدناک اهالی، منتظم پیگیری نمودن حالت ایمونیزاسیونی کودکان و تطبیق نوآوری‌های جهانی ساحه ایمونوپروفیلاکتیک در جمهوری تاجیکستان روانه گردیده است که بهر بهتر نمودن سلامتی مادر و کودک، تأمین درازعمری اهالی و پرزور نمودن کمک اولیه طبی و سانیتری مساعدت می‌کند. باید گفت که امروز در این سمت بسیار کارها به انجام رسانیده شده است و از جانب 18 مرکزهای ایمونوپروفیلاکتیک شهر نویاها و فیلیال مرکزی ایمونوپروفیلاکتیک جمهوری در ولایت سوخت. باید گفت که همه این مرکزها امروز با تجهیزات ضروری، با موادهای ضروری، با واکسینه ها تامین می باشند و دوم با موادهای واکسینه ها سری وقت تامین کرده می شوند و کودکان طبق تقویم ملی از ایمونیزاسیون می گذرند. امروز در جمهوری تاجیکستان باید قید نمود که زیر 12 بیماری های سرایتی کودکان واکسیناسیون می شوند و این واکسیناسیون به مانگی با مرکز سلامتی دسترس کرده شده. کودکان طبق جدول و طبق نقشه با واکسیناسیون دعوت می شوند. در جریان جلسه ذکر گردید که بهر بلند برداشتن سطح معلوماتناکی اهالی نسبت به ماهیت ایمونیزاسیا، چاره‌بینی‌های ایمونیزاسیونی عمومی بر ضد بیماری‌های فلج، سرخچه و سرایت پنیوموکوکی در دوام 5 سال تطبیق برنامه ملی ایمونوپروفیلاکتیک منتظم موادهای تشویقاتی و تبلیغاتی نشر گردیده بین مؤسسه‌های طبی و اهالی شهر و ناحیه‌های ولایت دسترس گردیدند. امروز با توفیل منمی واکسینه ها ففنوکی بیمارشوی در بین کودکان یک چند مراتب کم شده است و باید گفت که بعد از گذراندن واکسیناسیون هست بیماریایی که عموما در حیات این کودک پیدا نمی شود، یعنی ایمونیتت پیدا می شود و هست بیماریایی که اگر که گذراندم و شکل سبک می گذراند، یعنی شکل سبک گذرانده با یگان حریزه های گوناگون وزنی نمی بیارد. در جلسه ذکر گردید که مقاومت به کروپسیا در محور سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد، زیرا کروپسیا این وبای عصر محسوب یافته برای پیشرفت و شکوفایی دولت و رشد اقتصادی ملی تأثیر منفی می‌رساند. در جلسه مسئولین وابسته به رفت تأمین اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 3 آگوست سال 2021 درباره استراتژی دولتی مقاومت به کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 معلومات دادند. همین طور در انجام جلسه شورا دایر به مسئله‌های بررسی شده قرارهای دخلدار قبول گردیده جهت برطرف نمودن مشکلات و کمبودی‌های جای داشته به مسئولین دستور و سپارش‌های مشخص داده شد. گزارش پریناز احمدزاده، فرهاد عبداللهیف، مظفر صابرف برای برنامه اطلاعاتی اخبار.